ما باید سرمایه گذاری کنیم تا بتونیم این بیزنس رو انجام بدیم؟ بله، 100%. این یه بیزنسه و مثل هر بیزنس دیگه‌ای احتیاج به سرمایه گذاری اولیه داره. شما هیچ بیزنسی رو نمیتونین شروع کنین مگر اینکه یک مقداری سرمایه گذاری داشته باشین. ولی خوبیش و فرق بزرگش اینه که سرمایه گذاریش نسبت به بقیه بیزنس ها خیلی خیلی کمه و در برابر پتانسیل درآمدزایی که داره واقعا ناچیزه. ولی بله، این بیزنسه و باید سرمایه گذاری داشته باشه و اگر کسی نمیتونه سرمایه گذاری بکنه متاسفانه این بیزنس هم نمیتونه انجام بده. حالا خیلی هم میپرسن که چقدر با سرمایه گذاری کنی، چه جوریه؟ خب این بیزنسیه که تو همه کشورهای دنیا به غیر از ایران متاسفانه میتونین انجامش بدین. به خاطر تحریم ها و فکر کنم افغانستان هم هست، ولی تازگی افغانستان میتونن، ولی ایران هنوز نمیشه. و در هر کشوری که باشین سرمایه گذاری شما متفاوته. توی آمریکا مینیموم سرمایه گذاری $3,000 و مکسیمومش میتونه تا $12,000 هم بره. این مقدار توی آمریکا قرار بود از اول جون زیاد بشه که 1 ماه اکستندش کردن، الان از اول جولای اضافه میشه. ولی تا اول جولای مینیموم سرمایه گذاری $3,000، مکسیمومش حدود $12,000. هر کسی بر اساس بودجه‌ای که داره میتونه سرمایه گذاری های مختلف بکنه که اونو توی دوره آزمایشی وقتی که با یک کوچ صحبت میکنین پکیج های مختلف سرمایه گذاری رو بهتون نشون میدن که ببینین کدومش به درد شما و زندگی شما میخوره. میزان سرمایه گذاری این بیزنس در برابر پتانسیل درآمدزایی که داره واقعا ناچیزه. شما هیچ بیزنسی رو توی دنیا با $3,000 نمیتونین شروع کنین. در جواب سوال دوستایی که میپرسن سرمایه گذاری لازمه و مینیمومش چقدره، بله سرمایه گذاری میخواد و مینیمومش تو آمریکا $3,000. تو کشورهای مختلف فرق داره.